درباره استادشون حماد ابن ابی سلیمان که استاد اساسی حساب می شود، ولی از دیگرها هم علم آموختند، ولی استاد اساسی حماد. امام ابو حنیفه گفتند که ثبت عند حماد ابن ابی سلیمان فنبت. من در نزد حماد ابن ابی سلیمان استوار ایستادم، فنبت، پس سبزیدم. 18 سال تعلیم گرفتن در نزد یک عالم، علاوه بر این که از دیگرها هم میشنیدم. فنبت، پس سبزیدم. در کتاب تعلیم المتعلم از آن زرنوجی حنفی آمده است. در کتاب حلیت طالب علم علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه گفتند که این بنابر قاعده من ثبت نبت، یک قاعده در یک جا کسی که استوار است می سبزد. و میگن که پیاز هم در یک جا ریشه میراند. اگر امروز گرید به دیگر جا شنونید، هر دو به دیگر جا شنونید، دیگه علم نمیگیره، ریشه نمیراند. اگر در یک جا است ریشه میدواند، مستحکم میشه. من ثبت نبت، کسی که در یک کار اگر یعنی بردوام نیستد، در آن متخصص می شود و می سبزد و بزرگ می شود. بنابر همین قاعده امام ابو حنیفه گفت که ثبت عند حماد ابن ابی سلیمان فنبت، من در نزد حماد ابن ابی سلیمان استوار ایستادم، پس سبزیدم.